نمیدونم چه فاجعه‌ای قراره توی روم اتفاق بیفته، ولی مطمئنم لیزی اونجا یه کاری داره. با اون اطلاعات چی کار میخوای بکنی؟ بندازشون طرف؟ مثل کاری که با ویدیو فارغ التحصیلیت کردی؟ هی اون واقعا تعجب کرد. ببینم چیزی داری که نشون بدی؟ نمیدونم، باید فکر کنم. یعنی چی که باید یکم فکر کنم؟ دست از این مسخره بازیات بردار. مت خوب گوش کن ببین چی میگم. ما باید خوب فکر کنیم. ملینا برای نهار میمونی؟ البته خانم مک‌گویر. خوبه، چون ما برای مطالعه به انرژی بیشتری نیاز داریم. پس من میرم شیرینی درست کنم. قبلا بهت گفته بودم که لاغر دیگه بدون مشورت من هیچ کاری نکن. دختره دیوونه. واو، این دختره چقدر شبیه خواهر منه. بزرگش کن، بزرگتر. خیلی عجیبه. منظورم گردنبندشه، دقیقا مثل گردنبند خواهر منه. چرا وانمود میکنیم که تو مسئولی؟ خیلی خوب، ببینم اینجا چی نوشته. موهای ایزابلا بور میشه. آواز بی مقدمه پائولو ایزابلا جمعیت بیرون مغازه نزدیک فواره ترور را غرق در تعجب کرد. موی جدید ایزابلا رو نشون میده. فکر میکنن لیزی این خواننده معروفه. حالا اگه اینو نشون مامانم بدم لیزی بیچاره میشه. نشون دادن اینا به مامانت هیچ ارزشی نداره، ولی اگه اینو به روزنامه های ایتالیایی نشون بدیم تو پول غلط میزنیم دوست من. جالبه. خوبه،